آخره. این آقا از همین حالا باید بدونن که عروس خانم خودش با همین یه دست لباس. بهتره که آقا همه چی رو بدونن. باید بدونن که مریم جهاز محازی نداره که با خودش ببره خونه شوهر. دی باز میگه جهاز نداره. مگه پدر خدا بیامرزش وقتی میخواست بره مکه خونه و زندگیشو نسپرد دست شما؟ چرا سپرد دست من؟ وکالت رسمی هم بهم داد. اما خدا بیامرز تا خیره تو قرض بود. منم خونه و اساس اینجا رو خودم برداشتم، با پولش قرضش ادا کردم که حجش قبول بشه. بدکاری کردم. ببینم یعنی حالا این خونه مال شماست؟ بله که مال منه. یه قسمت از جهاز دخترمه. بالاخره اینم 4 روز دیگه باید بره خونه شوهر. من که نمیتونم حق این دختر بی مادر رو به شما ببخشم. درست میگم آقا؟ والا چی بگم، من زیاد وارد قضایا نیستم. میدونی چی زنده داشت؟ من رفتم درباره این آقا تحقیقات کافی کردم. ایشون مرد محترمی هستن، مدیر عامل یه شرکت تجارتی هستن. به یک همچین شخصیتی نمیشه دروغ گفت، چون طرح که موضوع رو بفهمن دودش تو چشم خودتون میره. بابا دختر چیزی نداره ببره خونه شوهر. اینو رو کراس به آقا بگو، خیال ایشونو راحت کن. اصلا بذار حقیقت مطلب و صاف و بوسکنده خودم براتون میگم. برادر من به مرگ طبیعی نمرد. از طرز طلبکارا رفت مکه خودکشی کرد. تو داری دروغ میگی، مثل سگ دروغ میگی. پیر مرد خدا نشناس. وای قلبم چی شده مامان جون؟ خدا مریم. مادر جون چی شدی؟ یکی مسئله رضای خدا بره دعواشو بیاره. خودم میرم میارم. پس من مرخص میشم یه روز دیگه هر طور میل مبارک. مادر جون کاری نداری مریم جون. فعلا که من بنده خیلی متاسفم که این وضع پیش اومد. مهم نیست، خودتون ناراحت نکن. خداحافظ. خوش آمد. خدا نگهدارت. خدا نازی جون راهنماییشو کن. چشم بابا. مادر جون چشتو وا کن. مادر چشتو وا کن. بیا خانم جون اینم دوا. سرتو بلند کن مادر، سرتو بلند کن. دواتو بخور. سلام. بی زحمت به مریم خانم بگین پرویز اومده عیادت خانم بزرگ. اجازه بدید. نازی خانم خواستگار مریم خانم اومده عیادت خانم بزرگ. خودم میرم دم در، تو برو دنبال کارت. یه جای خلوت ممکنه ما رو اینجا ببینم. خیلی خوب بفرمایید سوارش. با نازی کجا رفته بودی؟ ما میخوایم با هم عروسی کنیم. اصلا این حرفا به تو چه مربوطه؟ ولی تو به اسم خواستگاری من اومدی تو خانواده ما.
منو سرشکسته نکن پرویز. سرشکستگی برای دختر حقه‌باز و متقلبی مثل تو کمترین مجازاته. مگه من چه تقلبی کردم؟ چه تقلبی بالاتر از این که برای گمراه کردن من گفتی اون خونه مال منه؟ حالا میگم اون خونه و تمام اساسش مال ماست. وقتی داداشم از مسافرت برگشت میبینی که چطور از حلقومشون میکشه بیرون. باشه ما که بخیل نیستیم، ولی خواهش میکنم بیشتر از این مزاحم من نشو. راتو بکش برو. همین؟ بله همین. برو بله دستور میدم پیش رفت بیرونت کنه. آره میدونم. اتفاقا خودشم اومد، خیلی هم ناراحته. خیلی خوب باشه، شیرفهمش میکنم. خدافظ عزیزم. پرویز بود. حدس میزدم. چرا دست از سرش ور نمیداری؟ اون آبرو داره، مثل تو بی آبرو که نیست. اگه یه دفعه دیگه تو محل کارش آفتابی بشی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خیلی بی حیایی نازی. زیر پای خواستگار من نشستی و قری زدی، حالا زبونت هم سر من درازه. تقصیر خودته که پاتو از گلیم خودت درازتر کردی. پرویز از عیون و اشرافه. بیچاره تو که لیاقت اونو نداری. نیست که تو خیلی لیاقت داری. پس چی که دار؟ اگه نداشتم پرویز تو رو با اون خفت و خاری ول نمی‌کرد به من بچسبه. ایک بیری. من میگی ایک بیری؟ سریع‌تر هستی. دهتو بکنم. حالا جایی بابات بگم با چیا بودی؟ چرا بچه منو میزنی؟ بیرم. هرچی تو این خونه خوردین و خوابیدین بستونه. به زبون خوش دست دختره ایکبیری تو بگیر از خونه من برو بیرون، وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. ای از خدا بی خبر، تو به اسم مستاجر اومدی تو خونه من، حالا دیگه ادعای صبخونگی میکنی؟ اگه شکایتی داری برو عدلیه تا بفهمی که حرفت به جایی نمیرسه. من میخوام دوماد بگیرم، نمیتونم ببینم که دوماد جوونم با دختر سرتق تو زیر یه سقف زندگی کنه. همین؟ بله همین. چی به خیالتون رسیده؟ زهرا همین حالا جلو پلاس اینا رو بریز بیرون، برن گورشون رو گم کنن. جشن آقا، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی بالاخره خدایم بالا سر ما هست. مامان تو خدای من ازش نه. مادر جون بعد یه نامه واسه داداشت بنویس تا بیاد ببینه این چه بلایی به روز ما آورده. کوتاهی درد سرت بدم دیگه، بلایی نمونده که عمو سر ما نیورده باشه. اون خدا نشناس با استفاده از وکالتنامه‌ای که بابای خدا بیامرزمون موقع مکه رفتن بهش داده بود، خونه و اموالمون رو بالا کشید. بعدم حرمت گیس سفید مادرمون رو نگه نداشت و از خونه بیرونمون کرد. حالا اومدیم توی خونه مستاجری، روی زیلو نشستیم و به نون شب محتاجیم، چون هر چی داشتیم فروختم و خرج حکیم دوای مادر کردم. اگه هر چه زودتر برنگردیم مادرمون از دست میره. حساب ما رو برس، میخوام برم تهران. چشم خانم. دارچی داستان بهتون برسه ببینم چی کارتون کنم. نفهمیدم چی کاره میکنن آقا؟ خداوندی خدا میکشمش. آره بکشیشه. منم صبح 2 تا از اون خرمگس گونه دهاشو کشودم. اما ببینم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ با تو هم چمدونه رو واسه چی میبندی؟ میخوام برم تهرون. تهرون واسه یه چی؟ مگه عمل کم دارند؟ عموی نامردم دارو نداره ما رو بالا کشیده، ننه آبجیمو آواره کرده، برام نوشته که فوراً حرکت کنم. بمود خواستم آقا فام برسه تهرون برای سرش بیارم که رپ رو بشه یاد کنه. نه به تهرون رفتن راضی نمیشم. میترسم بری سراغ عمود کارد دست خودت بدی. تو باید بنویسی آبجی ننه تنبیان اینجا که سیتایی همینجا موندگاره بشیم بابا. موندگار بشم که چی؟ ما الان 1 سال آزگاره که اومدم اینجا مثلا کاسبی کنم، سرما هم که دستم رفی چی؟ یه مش بدهکاریم بالا آوردم. اولندش بدهکاری مال مرده، اصلا فکرشم نکن. چهارم از اون مگه تو آرق میزنی؟ چه صدای کلوفتی داری؟ قاچاق فروش این حرفارم داری. آدم یه وقت مثل تو سرمایش از دست پا میده، یه وقتم شانسه میزنه با گیری میفته میره اونجایی که عرب نیه اینی داخته. اونجا هر میگم. خیلی خوب من دیگه میرم، ولی پول هتل مونده. میخوای ماشینمو بذارم اینجا بفروشی حساب هتل بدی؟ نه من از جیب خودشون در میارم با خودشون حسابه میکنم. تو فقط فکر این باش که بنزین برای ماشین خیلی خوب دیگه، خداحافظ. سلامت. دست اخ به همرات.
ماشاءالله قدم کشیدی انسان نمیتونه ماچت بکنه ها خیلی قد و بالاد رفته بستی وایسا ببینم حالا کجا داری میری تو؟ گفتم که میرم تهرون. چی رو میری تهرون؟ تنهایی ولت کنم که بری سر وقت عمود خودت بندازی تو هچل؟ نه جونم کوره خوندی منم الان چمدونامو میبندم و همپایت باهات میام اونجا. آره خیلی خوب بستم را بیفته بریم. آره این ضرب المثل معروفیه که مال حالا ولش که مهم نیست. یه آدم بی پدر مادر مثل عمود پیدا میشه آبرو یه مش بی پدر مادر دیگرم میبره یکم نیست پیش بگه آخه پیر مرد چرا اینقدر حرص دنیا گرفتتت؟ تو هم یه خود یواشتر تنده برو. هرگز نرسیدن بهتر از هیچ وقت نرسیدنه. یعنی هیچ وقت نرسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا تیز میری؟ چرا تند میری؟ مواظب باش، مراقب باش، مواظب باش، مواظب باش. گوشتون نمیره ها بالاخره کار ده دست خودی دادی. خود چیز دم مردنه. ایش! خدا رو شکر که ملاقات خیلی خصوصی و صدامونو ما خیلی خوب روشن میفهمیم. آره راستش من خیلی سعی کردم رضایت بگیرم اما ناکس زیر باره نرفت. منم دیدم دو جای سرش هنوز سالمه مونده زدم هر دو جا شکوندم. حالا الحمدلله هیچ خطری جز خطر مرگ تهدیدش نمیکنه. خیالت راحت باشه چون با امید خدا تا ابد اینجایی. اگه آبجی اینا تو تهرون بی سرپرست نبودن مهم نبود بالاخره یه جوری میشد. اما چه کنم که دل واپس اونا. ناراحت نباش من همین امروزه میرم تهرون بالا سرشون وای میسم تا تو حبسی تمومه بشه بیای بیرون ربطه میکنم. هرچند که من خودم چیز و کاری نداشتم حتی پدر مادرم بالا سر خودم. ممنونم رضا جون. وقتی تو باشی انگار خودم بالا سرشون هستم اما دلم میخواد بهشون نگی چه اتفاقی برای من افتاده. بذار به آدرس همون هتل برام نامه بفرستم. تو هم سر راه به هتلیه بگو نامه ها رو برام بیاره اینجا. خیلی خوب چشم هر جور تو بخوای همون کارو میکنم فقط آدرسشونو بهم بده. آدرس؟ کوچه امیرینا رو که بلدی؟ علی چپ عربی تو همون کوچه پلاک 94. خب دیگه کاری ندارم فقط به آبجین بگو حال و احوال ننمو فوراً برام بنویسه. آیا دوشیزه مکرمه معظمه نازی خانم میرزا عادل به داعی وکالت میدهند که ایشان را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید و عقد دائم آقای پرویز مسیری در بیاورم؟ تکرار میکنم دوشیزه مکرمه نازی خانم میرزا عادل آیا به داعی وکالت میدهید که شما را با صداق 100,000 تومان وجه نقد و یک جلد کلام الله مجید به عقد دائم آقای پرویز مسیری در بیاورم؟ بله. ببخشید با اجازهتون الان خدمت میرم. خواهش میشم خواهش میشم. سلام چی میخوای؟ نکنه اومدی برای دخترم جادو جنبل کنی؟ نه نمیجون مادرم داره از دست میری. منو سننه روز اخ کنون دخترم برام چشم روشنی آوردی. عمو جون مریضه که خبر نمیکنه. حالا از من چی میخوای؟ دکتر گفته باید مامانتو ببری بیمارستان بستری کنی. من که حالا پول دنبالم ندارم. بانک هم شهرام بسته است. مادرتو ببر مریض خونه بخوابون. حسابش هر قد که شد بیا از من بگیر. برو بابا جون. برو به سلامت. برو. راستی بیا یه شیرینی چیزی بخور. نه دل با پس مادرم من باید برم. خیلی خوب برو. بلسون پلاک 94 بریسون. خدایا همونجور که اسکندر رو به خاک سیاه نشوندی ما رو به پلاک 94 بریسون.
نودی چهار کجای؟ عذر میخوام خانم، منزل عالیه خانم کجاست؟ اینجاست یا اونجاست؟ همینجاست، منم دخترشونم. هنه مریم خانم شمایی؟ بله خودمم. سلام پهنه شدی. شما؟ به من میگن رضا عباسلوقی، ولی شما میتونین آقا رضا صدام بکنین. بفرمایین اینم نامه داداشتونه، بگیرین براتون فرستاده. چرا خودش نیامد؟ ولی عرض کنم خدمت با سعادت شما، یه سفر قندهار در پیش داشت، میخواست بره کویت جنسه بیاره. طیاره که داشت حرکت میکرد نامه شما رسید. این بود که نتونست بیاد، اما از کویت که برگرده حتما میاد. دلواپس نباشین. خدایا چرا داداشم اینقدر بیخیال شده؟ اقلا میخواستی خودت پول واسه ما بفرسته. این دختر عالیه عجب مالی. چی گفتی؟ ببخشین هیچی، داشتم با خودم حروفی میزدم. یعنی میخواستم بگم که من صندوقدار داداشتونم خانم. اگه یه با خدای نکرده کم و کسری داشتین من بهتون میدم. کم و کسری چی آقا؟ من حتی پول ندارم نسخه مادرمو بپیچم. اشکالی نداره، با من بیاین مادرتون براتون میپیچم. بریم شما جلو برین. صفای این اگه گرفتاری دیگم داریم به منه بگین رفتش میکنم. به من اطمینان کنین. من اینه بانکای سویسم، اسرار مشتریامو مثل برق بلا برملا میکنم. خدا هیچ گرگ بیابونی رو مریض نکنه. آقای داروخانه بله. بی‌زحمت این نسخه رو ببینین چقدر پولش میشه. الان بهت قول میدم به حق البنین نسخه اول آخرش باشه. میشه 214. 214 تومن اینجا کجا پیدا میشه؟ تو همینجا وایسا، من الان میرم بانک پوله باشه. میگیرم و بره میگردم. زیاد طول نه نکشه. من تو تمام بانک ها حساب در گردش سیار دارم. هر بانکی نزدیک باشه تو پیاده رو زیاده. بفرما خواهش می‌کنم. نسخه رو بپیش زود بر میگردم. چی کار میکنی آقا جان؟ محرم علی خان شما محرم علی خان کی آقا؟ من اسمم سفرعلیه. خب یه ماه فرقشه ببینم کی از هیمالیا اومد. هیمالیا چی آقا؟ من شما رو به جان نمیارم. من که شما رو به جا میارم کافیه دیگه، به جون عزیزتون روزی که از دست راسپوتین تو راسپوتین چیه آقا جان؟ قرار میکردی ببینم من از کنسرم دور سوختن داشتم چه شما رو شده؟ میدیدم. حالا مهم نیست، اشتباه شدید. خداحافظ. اشتباه ما چش برای چی بود؟ نکنه کیفو زده باشه. بله کیفو زد. چی برد؟ نزدیک بود بانک تعطیلی بشه. چرا اینقدر دیر اومدی؟ در عوض مثل شیره اومدم. این 210 تومن 4 تومنشم خودم با خودم تخفیف دادم. بیا این پولم پیشت باشه تا بعد، اصلا قابلی نداره. مشکلم داداشم این پول مال فرستاده برام. داداشته، فرقی نمیکنه. بد میکنم شب که میام عیادت مادرت پول حسابی بهتون میدم. مرسی. خب من رفتم، رئیس بانک منو به نهار دعوت کرده. خدافظ. به سلامت. پنج شد که شد، حالا چیکار کنم؟ سوپلمه بخورم؟ مرگ موشه 11 و 4 بهتری. 15 52 17 18 و 21 کم میکنه به عبارت 38. رضا باسلاقی تویی؟ خدا به زمین گرمت بزنه، مدتی آره. پیدات نبود. کجا بودی بابا؟ هیمالیا بودم، پایتخت ایتالیا بودم. ها؟ آره. کدوم هیمالیا؟ قصر یا قزل حصار؟ پسر یه خورده ادبیات پیدا کن. آدم با یه شخص از ایتالیا برگشته اینجوری حرفی نمیزه. خب حالا ترش نکن، بگو ببینم چی میخوری؟ مثل همیشه، اما بایستدنکی که نمیشه. اینجا مثل صف جا گیری که تا تو یه جایی پیدا کنیم بشینی، منم غذای مخصوصت درست کجا کنم. برم بشینم؟ هوام که بارونی نیست که چتر یه جا باز بکنم. حالا اون پیرمرده چطور خدایا؟ خیلی موقره، یعنی موقره. بریم پیشش بشینم، پیشته که مندازم بیدر منرم حالا اجازه از بقل شما اتراق بکنم. اصرار دیگه بیشتر از این نمیشه. میگم هوا خیلی گرمه ها نیست آقا. بله گرمه. آره چیزه میگم بهتر نیست کتتونه دراریم بدین من براش لالایی بخوانم. نه اینجوری خیلی راحت ترم. من به گرما من عادت اون دارم. چی که باید بگم گفتم، حالا دیگه خود دانی و خدای خود دانی. دوزه گرم هست یعنی ولی نه زیاد سلامت. مثل که به زبون خوش نمیخواد کتشی دراره. حالا تا صورتتون برسه میتونی یه کمی از این مشروب بخورید. اصرار دیگه بیشتر از این نمیشه بسلام. با شیشه نه آقا جان خواهش میکنم بریزین تو گیلاس. آخه این که قابلی نداره که آدم بریزتش توی گیلاس، همش چیز بسقاله. ببخشید اینی که دارین میخورین مرغی؟ نخیر کپکه. آره میبینم که سرشم کرده زیر بر. سلامتی هرچی کم جا. چیه؟ عجب گرد و خاک اینجا نشسته. آقا رضا نه پاکش کردم من. آقا رضا از اونجا بلند شو به این ور. نمیزنم. چی نمیزنی آقا؟ با من یه سب بودم گفتم نترسین نمیزنم. کششون جلدم رفتن تفریح کنن. آره چیز میز
با آقای باسلوگیان کار دارین؟ آقا رضا، جناب آقای باسلوگیان شما رو تلفن میخواد. راننده منه، بگو 2 هفته دیگه بهم تلفن بکنه. تازه از زندون برگشته و دست بردار نیست. من الکل بهم نمیسازه، همیشه بطری خالی مصرف میکنه. رانندتون یه پیغومی داده براتون، بفرمایید بهتون همیشه بگم. در مله بگو آقا از خودمونه. شما هنوز 2 دقیقه نیست اینجا نشستین. آقا از خودتون شد، بلند شید. بلند شید. جا بده منزل عوض، بلند شید ببینم. شما راحت بشینین غذاتون رو بخورید. ما یه مشتری حسابی تو این کافه داریم، اونم شما دارین میتارونین. کی گفته میخواد به تارونتش پدر سوخیتی؟ خب وقتی جیبشو بزنی این فلک زده دیگه پولی نداره که بیاد اینجا. اتفاقا اگه جیبشو بزنم زودتر میاد که بفهمه کی جیبشی زده. نه خیر نمیاد. آخ واسه چی نمیاد؟ یعنی این که غیرتی؟ بله غیرتیه، بالا غیرتن. دور این یکی رو خیط بکش. مشکله ها، سربازش خیلی عالی. سعی کن بابا جان، سعی کن، کارت بی اجر نمیمونه. اینو بهت قول میدم. میترسم دوباره به هیمالیا بیفته. هیمالیا چیه؟ هیچی آقا، میگن ناراحتم پیش شما نشستم. من گفتم من بگوری پدرت خندیدم، اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم که نره آقا ما بنشینم. تازه داشتیم با هم آشنا میشدیم، آقا اومدی برنامه ما رو با هم زدی. بفرمایید. پیش میگم من دیگه ندید و خوش راضی که بگم بشین بابا. بشین بردار خودم آقا جان. تو برو داخلی تپیپا. از خواهش میکنم کتتون رو در نیارین. کولرا بازه، میترسم سرما بخورین. در نمیارم آقا، در اونی که نمیارم. گفتم عملیش کنین. اگرم میبینین نمیشه سعی کن، فهمیدی؟ سعی کن. سعی کن. بیا جانم بیا. بی خودی میگی کولرا بازه، کولرا بسته سلام خیلی گرمی سلام. تازه از هیمالیا برگشته باز دست بردار نیست. بهشون بگو ماس و خیار مخصوصه، با دست خودم درستش کردم، قدرشو بدونم. برو ببینم. از کنم که آشنایی با شما واقعا سعادتی بود برای بنده. از کنم که برای منم بازارچی سعادته بود. بله. غذای شما سفارشیه. اصلا سرمون با مشتری. حالا از من بخورید ببینین چه مزه. نه بس کافیه، نریزیم برای من. میدونید من جنبشو ندارم. بخورین به انسان جنبه مشروب من اینه. بخورین به خدا، بخورین جنبه پیدا میکنین. زیادم میشم. بابا چیز مهمی نیست، مس کردین پای من. بله پای من. منم که پام یه پام چلاقی جنبه ندارم زیاد. سلامتی. با اجازه. خودم هم میخورم که جنبه پیدا کنم. اینم ایندش در اومده. خب دیگه پاشو بدیم خونه. بقیه برنامه رو اونجا ادامه میدیم. خدا چشم ابروی من سیاه کنه که امشب گرفتارم وگرنه نه چی رو گرفتاری؟ من تازه امشب یه رفیق خوب مثل تو پیدا کردم. من به این آسونی ولد نمیکنم. من امشب باید برم عیادت مریضه باشه. عیادت مریض رو میشه روزم رفت عزیز دلم. من خیلی کردم عروسی دعوت داره. باره باش که اومدیم تو رو مسته بکنیم. سب کن فیتیل چرا بکشم بالا. بی تو بسر عجب جایی آوردیم ما رو. آدم چیزگی چی میگیره؟ میبره هیچ مواظب باش بابا. یه وقت صاحب خونه بیداره میشه کار دست ما. بزی کنم صاحب خونه بیدار هستی. از پوسترشو گره کن من فرشار جمع کنم. از قالیای قیمتی خیلی خوشم میاد. گفتم برو مواظب صاحب خونه باش. بی خود لوله نکن، صاحب خونه خود منه. هنه چی گفتی؟ صاحب خونه تویی؟ بگی بهم نمیاد صاحب خونه همچه خونه باشم ها؟ پس خودتو مشغول کن من اینجا با نمکی اگه طور نشناسه خیال میکنه واقعا دوز موزی چیزی هست. اتفاقا پدر خدا بیامرزم خیلی دلشه میخواست من دوسته بشم، اما من ناخلف جیب بر از آب در اومدم. جیب برو به دشت سوخته. اما مثل این که تو بچه پول داری. نه غلام. نه بچه پول دارم، خود پول دارم. پس اولادت بچه پول داری، به سلامتی اولادت. نه من بچه ندارم، زنم ندارم، اصلا هیچ کسی ندارم، فقط یه دونه رفیق دارم که اونم تویی. پس میون کلومتون کاله باز شما تو این خونه به این درشتی تنها زندگی میکنی؟ نه نوکر و آشپز و مستخدم و امرالله و اسدالله و اسقر و همه چی دارم، اما الان خوابیدم. یواش دیگه خوابم داره میگیره، میخوام برم بخوابم. پس من مرخص کنین باید امشب برم عیادت یه دانه مریض. مریضی که تا این وقت شب بیدار باشه که دیگه مریض نیست، شب زنده داره. فهمیدی؟ شب زنده دار. اگه اینجوری باشه پس من تو مریضیم که این وقت شب اینجا سر پا ایستادیم و دریوری میگیم. نه دریوری نمیگیم، میریم میخوابیم. پس یه وردری میگیم. پس بریم بخوابیم. اتاق خواب پس کجاست؟ تو بغلم تا ببرم. بیا تو اندرون. اینجا اندرونی؟ آره اینجا درونه. بذار من یه دیگی بذارم مجسمه ها رو، شاید یه چیزی به درد خوری گیل کن بابا، مجسمه رو خوابم گرفتی پیلی پیلی میرم. بیا بخواب دیگه، برش کن بیا. چشم
یا ببین اینم تخت 2 نفره بعد میگم یه اتاق مخصوص واسه درست کنن راحت کپلالاتو بزن نه اینجا نرمه پر قوه برای من مناسبی نیست برم یه جای زبری برای خودم دست پا بیدم اونجا توالت جای خوابیدن نیست جای کار دیگه است راسته میگی اونجا مستر نباید اونجا خوابید اونجا باید چیزه من اینجا میخوابم اصلا من ببینم تو هم مثل من تک تنها هستی آره؟ بله تنها فقط یک رأس رفیقی دارم که اونم منم نه تو رفیقی ناتنی هستی غیر از تو یک عدد رفیق دیگه دارم که مادر خواهرشون سپرده زیر دست من الانم میخواستم برم نزد اونها که تو نذاشتی حالا فهمیدم چی خواستی پس تو هم مثل من عزبوغلی هستی زمان یختور نه یختور یعنی هر جا رفتم خواستگاری کار به نفسه رسید و به هم خود یعنی من اشکال نداره خودم میرم واسه خواستگاری خرج عروسیتم خودم میدم مهریه و شیرباها و شب عروسیتم اصلا با خود من جدی میگی؟ تو رو خدا اینی جدی گفتی اگه اینجوره ها من همین فردا صبح میرم عاشق 7-8 تا دختره میشم اما حرف دیگه وقت علکی نباشی ناقلا تو هنو من نشناختی من جونم و فدای رفیقم میکنم پس تو ملائکی خداوند تو رو فرستاده برای من خدایا تنکیو بری من این یه خونه 3 طبقه واسه میخرم که با زنت بری توش زندگی کنی خوب یه طبقهش خودت بیشین یه طبقهش هم اجاره بده خرجت درات طبقه سومش هم درسته بز تو بانک که بیفتی روش کنی طبقه 4مش هم چیز کن طبقه 4مش هم بذارو 5م نفهمیدم سرانجام 3 طبقه یا 4 طبقه میخوای بخری با شما ولیش کن با تو ما رو به طبقهشین اندازی یه وقت اما یادگار خوابی یا بیدار نه خیر خوابه حالا موقعشی که برم سر وقت مریض سیوی چشم که رو ماشین گذاشتی یه خورده پشت رول بشینم آدای پولدارا رو در بیارم خوابای خوش که ببینی به جون خالت مریم خانم وقتی خالم تریپ کرد و جریانه به هم گفت اینقدر ناراحت شدم که نزدیک بود سکته کنم ولی خود چی کار میشه کرد این شطوریه که در خونه همه میخوابه حالا ناراحت نباش من تموم خرج کف دفت مادرت میدم ختمشم با آبرومندی برگزار میکنم شب 7 و شب 14شم تا همین خونه میگیریم نوکرتم هستم نگفتم خواهر زدم حلال مشکلاته یعنی چیه این وقتشا؟ این یار مبارک بدا سلام مبارک بدا ایوان نزدیک بود داماده سلام پهنه شدی چرا همه تونو بربگیرید ها نیستی رفت بچه اول حکیم رفت و سپس مرد حالا بگو ببینم برای فردا چی لازم داری والا چی بگم من که از این چیزا سر در نمیارم خیلی خوب من در میارم صبح ترتیب همه چیزو من میدم شما خودتون ناراحت نکنین آقا رضا من اینجا هستم آقا کی باشن؟ خواهرزاده منه خود شما کی باشین؟ خب معلومه من صاحب خونه ایشون کی باشن؟ مستاجر این خونه من کی باشم؟ شما مهمون مستاجر من خب این مهمون مستاجر میگه خواهرزاده بی خواهرزاده یعنی مرخصه دختر جون تو برو تو اتاق این خانم بگی بخواب تا صبح اول وقتم تلفن کن بهشت زهرا که ماشینه بفرستن بندم صبح خروس خون اینجا هستم اوه خواهرزاده گفتم برو دنبال کار و زندگی دیداری من امشب میخوام پیش خاله جونم بمونم تو برو من پیش خالت میمونم چه فهمیم چرا پیش خالم میمونی؟ مگه شهر هرته؟ نفهمیدم بی صدای کلوفتت مینازی میری یا به زور از این خونه من بندازمت بیرون بله خب بابا اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم خاله جون خداحافظ به سلامت خاله جون خوش یار اومدی. میکنه ما نمیتونیم ثواب بکنیم یا پیش این خاله بمونیم خب ما نمیمونیم ما میریم دیگه صبح منتظرم باش باید برم بانک یعنی اینجور جاها برم پول بیارم آره خدا خدا چقدر بزرگی مبارک این که بس تو جمال خداییش بود که تو امشب به پوست ما خودی وگرنه وضع جنازه نامعلوم بودی حالا آقا رضا باسلوقی برو یه جا برای خوابیدن پیدا کنه شب خوش صبح ناخوشی
بلند شو ببینم مردی که این مزاحم. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ شنوندگان عزیز من کجا هم همونجاست. تو کی هستی؟ با کی هستی؟ تو با کی هستی؟ با کی هستم؟ با تو هستم که میگم کی هستی؟ منم گفتم تو با کی هستی؟ مردک ناحسابی تو خونه من چی کار میکنی آخه؟ ده چه ریحو عوضی شدی؟ من عوض شدم. یادت رفته چقدر ادعای رفاقت کردی؟ من؟ یادت رفته واسه من زنی گرفتی؟ واسه من خونه خریدی، زنی گرفتی، بچی دار شدیم، کلی خرجمون کردی، حالا در کلی بیرونمون میکنی؟ نمیفهمم. مگه من آشغال جمع کنم که هر بی سر و پایی رو بردارم بیارم که تو بابا خونه حواست کجاست؟ تو دیشب تو مشروب فروشی با من آشنا شدی، بعدم منو به زور با خودت آوردی توی خونه. بله تو حتی 3-4 دفعه خواستم من چنگت برم اما نه. بله تو من آورد اینجا گفتی یه خونه 3 طبقه واسط میخرم برو بازن توی زندگی بکن. بله تو یعنی واقعا یادت نیست که بهم گفتی برو یه دختره پیدا کن. تو نکنمش فرمایشت. تو بلا نبو بی سر و پا. عبدالله امرالله خیرالله شطرالله ولی الله نصرالله فتحالله. بیان اینجا این کی آخه؟ تو کی هستی؟ اسدالله هستی؟ من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله. اسدالله تو آشپزخونه است. من اینجای پام خال داره. میخوای نشونتون بدم؟ نگاه کنید. مرد شورون خالتو ببرن. بگو ببینم این مردک عوضی چجوری راه پیدا کرده تو خونه من و تمام شب اینجا خوابیده و شما نفهمیدین چجوری اومد؟ بگو. قربان ما خواب بودیم، لابد با خودتون اومده. تو حتما با این همدستی بیرونش کن. یالا را برو. خیلی خب بابا میرم، انگار نوبت رفاقتش آوردی. اصلا تسخیر خود منه که دعوت هر بی سر پای رو قبول میکنم، میام توی کلبه خرابه. یه دسته بهم بزنین، هر چی دیدین از چشم و حلق و گوش بینی خودتون. مثلا چی کار میکنی؟ تو دسته بزن تا من اون خاله رو بکنم. نرو دنبالش. اسدالله بیا اینجا. قربان من اسدالله نیستم، من عبدالله. من جواب خاله گوش کن چی میگم. تا دمی در دنبالش برو، مواظب باشی وقت چیز میزی بلند نکنه. فهمیدی یا نه؟ بله چشم. چی خالدار و زگیلدار دور خودم جمع کردم. حالا تشویق جنازه مادر مریم رو چی کاره بکنم؟ کار بدی کردم که دیشب خونه رو خالی نکردم. میگم برگردم شاید بتونم اسکیناسی، فرشی، قالیچه چیزی بلند کنم. باز که داری برمیگردی. با آقای کار خصوصی آقای ما با کسی کاری نداره. را بیا برو. میسین که تن هر سیتون میخری هن؟ شاید با استفاده بین ما و شما جرقه شعله ور نشود و ما مجبوریم طوری عدالت کنیم که تمام مزاحمین عبرت بگیرن. برو چخی من یه وقتی چاق هستم. بالاخره ما نتونستیم کاری صورت بدیم. چی؟ نادری خانه اینجا باقفش درسته کردی؟ چی؟ خوشبیده بکنه، خوشبیده باشی. آقا جون به جون شما همچین ادبش کردیم که دیگه جرأت نداره پاشه بزنه اینجا. البته خیرالله و شکرالله با من بودن، ولی ابتکار عملیات به دست من بود. تمام کارا رو خودم انجام دادم. من بودم که اول فلنگو بستم. اسدالله من اسدالله نیستم آقا جون. من اون بچه مزاحم هنوز اینجاست. اونها امرالله رو انداخته تو روز دیگه بیرون خفش میکنه. باز میگه عملیات دست من بود. کدوم عملیات دست تو؟ عرض نکردم آقا جون از اینجا نمیره. نگاش کنین اینقدر آدم بی‌حیا میشه. یه بار گم شو. چطوری چرا دست از سر من ور نمیداری؟ چرا نمیری گورت گم کنی؟ بی دعوته اومدم اینجا باشدم که تشریفی بیارین. از شما معذرت بخوام، اجازه بدیم به عنوان معذرت خواهی من صورتتون رو بدیم. نه خیلی لازم نکرده. برو بیرون از خونه من. برو بیرون. نفهمیدم منه برم بیرون. دخل منه. صدقه کلفته نکن، من باید بلیسمه. خیلی خب بیا مرا ببوس. بیا. کش کردی بردی. من کینه به دیله نگرفته باشی. من اسدالله نیستم آقا جون. من اسدالله مارکه ادکلون من ورده بگی صورتمو زید دوفونی کن. برو در صابم در بود اینک یعنی چسبی بود به لپم. در زود لپم بر بیاد. اسدالله من اسدالله نیستم آقا. زد؟ چی زد؟ زنبور زد آقا. نه مردی که کیفم و زد. مادر جون. بس دیگه تو رو خدا این شطوریه که در خونه همه میگیره میخوابه، دیگه گریه زاری نداره. خدا رحمتش کنه و بلند شد برید. کاش مریم خانم بایستا ببینم کجا داری میری؟
یه نامه واسه داداشم نوشتم، دارم میبرم بندازم تو صندوق پست. همش یه نامه بدش، من خودم میندازم. اصلا من با شرکت پوسوت رفیقم. برادر عزیز، خبر مرگ مادر رو به آدرس قبل برات نوشتم، ولی نمیدونم که از مسافرت برگشتی و نامه به دستت رسیده یا نه. به هر حال دوست آقا رضا چنان ختم و شب هفتی برای مادر برگزار کرد که هیچ پسری در حق مادرش نمیکنه. ازت خواهش میکنم هر چه زودتر مبلغی پول برام بفرست که طلب آقا رضا رو بدم. البته اگه چیز قیمت داری تو خونه داشتیم میفروختم و قرضم رو ادا میکردم، ولی چه کنم که جز چند تا زیلوی پاره چیزی در بساط نداریم. داداش زودتر پول بفرست که از خجالت آقا رضا در بیام. قربانت مریم. ها چی شده؟ چرا همچی میکنی؟ چیزه نادره اونجا نشسته، میخوام من نبینی. نکنه اون شب که رفتی خونش جیبشو زدی؟ نه تو بمیری، اون شب نزدم، صبح زدم، اونم جیبشی نزدم، کیفشی زدم، تو بمیری. صبح زدی؟ خب اگه صبح ناشتا زدی اشکالی نداره، زیاد وحشت نکن، بی خیالش. حالا میخوام یه جوری جیمز باندی درم که منو نبینه. خیلی خوب، تو سرش پایینه عین موشک از اینجا در. ای من میرم، تو فقط هوای من از بغل داشته باش، از عقب. دارم خوبم دارم، خیالت راحت باشه. برو ببینم، برو به آقا سلام، چطوری آقا؟ سلام، با بنده بودینه. سلامی چه علیکی. حالا دیگه تا ما رو میبینید در میری من که شما رو دیدم، رفیق ما کوشه، اگه اصلا تا حالا شما رو دیده باشم. ای والله اینم رسم رفاقته. اصلا تو چرا منو بیخبر گوشتی رفتی جانم؟ مگه ما با هم دیگه رفیق نشدیم؟ مگه یه عالم قور و قرار نذاشتیم؟ والا گذاشتیم، اما تو فردا صبحش منو با اردنگی انداختی بیرون. من؟ بله تو. حالا دیگه کسینجیرم که بیادر نمیتونه ما رو آشتی بده، برو پیکاری. منو از دست نده آقا رضا. من تو عالم دوستی جونم و فدای رفیقم میکنم. تو الان مستی، اینم همش فرمایشات اون بوتوریه. نه جون خودت اشتباه میکنیم. اصلا میدونی چیه؟ این چند شبی که تو رو ندیدم و تازه فهمیدم که آدم وقتی تو زندگی کسی رو نداشته باشه پول و ثروت داده در حالا دیگه نکن، منم آمادگی دارم و بوزکم میتونیم چه بخودم. خیلی خوب گریه بسید. ببینم که میای امشب میری خونه من یا یه شب دیگه؟ ببینم چوب کاری نکن آقا رضا. اگه ازگل میگم ازگل، اگه از گل نازک‌تر بهت گفتم و محکم بکوب بیخه گفتم. بگی چی زدم؟ نه حالا صبر کن. هنوز که نازک‌تر نگفتم من که. به خیالم نازک نه نازک نبود. رخت خواب بیارن که توش بخوابی. چطوری؟ که میگی بگو یه سرویس 2 نفری خرخرخرخب بیارم. من صبح اون شب عاشق یه دختر شده بودم. بازم چقدر دست به عاشق شدن خوبه. فردا صبح برات میگیرمش مرگ تو. وقتی همه کار عروسی تموم شد یه ساختمون 4 طبقم درستی می‌نزم رو قباله جفت تو. نه مرگ تو. من اصلا دستم به کمتر از 4 طبقه نمیره. طبقه اول دومش دست خودت، طبقه سوم چهارمش دست زنت، طبقه پنجم شیشمش هم مردم باشه. بله ایجاره میدیم، پولش هم در میاریم، این کاسبی آب و آلوی چیزی پنجم شیشمش میتونی بگین تو زمین بگیری 20 طبقه روش بسازیم، ایجاره بدیم، پولش هم بخورن برامون. تو هم که همیشه به تراس که میریسی تو هوای خونه خوابت میبری. بله خوابش بود. ما بریم یه جای سفته پیدا کنیم بخوابیم، اینجا نرمه، خوابمون نمیبره. برو شاید برم تو پیاده رو یه جایی که اجدادم همیشه میخوابیدن، برو دیگه. اونجا بخوابم. تو رو تنها گذاشتم. الان دیگه چشمون بیداری، خدا کنه خوابه میکنه. باز توی دادی نزن داشتم آهنگ مردم خرابه میکردم. خود آهنگ خراب میکردی؟ من این خونه جای آهنگ خراب کردنه. آهای بیا این آهنگ گرد و برشته بنداز بیرون. صبح بخیر قربان. ای صبح بخیر و حناقی ستو زغ نبود، باز کدوم بی سر پایین دزد تو خونه من را داده؟ تو که نه من میشیناسی نه اینه میشیناسی نه خدا رو میشیناسی. یه چیزی بگو یالا. من چی بگم؟ من هر چی بگم یه خط بدهکار میشم. بگو چون اگه بینا شدیم باید نصابی زنم من خود داغون میکنم. یالا جواب بده. خودت جواب منو بدی. خودت دیشب ایزو التماس کردی منو با 1000 تا مرگ من و مرگ موش آوردی. من خودت دیشب برام زنه گرفتی، خرج عروسی رو نقدن پرداخت. من خودت دیشب آپارتمان 3-4 طبقه برام ساخت. من بعد خودت گفتی تو طبقه دست خودت باشه، تو طبقه میگرم. نه خیر من
تازه یه عالمم بعد باید بهم دادی. مگه من آدم دلیم که به این آسونیه بیام تو خونه مردم؟ من شبا دوستا رو دسته میبرن تو خونه هاشون، تازه براشون میذارم تقشی بالا. به خیالت رسید. اروا عمت ویل معطلی، با این حرفا نمیتونی خودت تبرئه بکنی، فهمیدی؟ این دفعه جیبمو زدی من بخشیدم. منه این دفعه دیگه بهت اجازه نمیدم جیبم بزنی. حالا بیا ماچیت بکنم که آشاتی بکنم. اون که این حرفا رو که من دست نزن. باز اومدی اینجا جیبمو بزنی. آره منه نبخدا اشتباهی میکنی دیگه، نمیزنم واسه اینکه دلم برده میسوزه. تو دلت برای من میسوزه؟ او باشه. آره بوز باش. آخه تو مریضی هر کاری بکنه من کی نمیگیرم رفیق. لپرت ریده بکنه بیاده. دست به لپم بزنی به خدا میکشمت. نه ترس میخوام بلیسمت. یالی به عبارت دیگه میخوام بماچمت. جیبمو که نمیتونی زیمه تر منو بپوش. به سلامت. بری که بر نگردی از تو لعاد کنون دزانفکتاسیون رو بردردی. من اسدالله نیستم آقا جون، من جربان پدرت رو عبدالله بیچارم کردن. شو بر رسولی خودمو چجوری تعیین میکنه؟ از جیبم بزن نذاشتم. باز جیبم زد. اومدم. زنگشون هم پاکستانیه. بله بی زحمت بگین مریم خانوم بیان دم در. خودمم. چه فرمایشی دارین؟ شما چند تا برادر دارین؟ یک. وات ایز اسمش؟ علی. حالا کجا؟ آبادان. باز چی میپرسی؟ والا میخواستم خاطر جمع بشم که مریم خانوم خودتونین. من دیروز از آبادان تشریف آوردم. برادرتون ماشاءالله هزار ماشاءالله سر و مر و گنده تجارت میکنن. تو معاملات میله های آهنی هن. برای شما یه نامه داده با 8000 تومن پول. تو خدا راست میگی؟ دروغم چیه؟ بفرمایین. قدرشو بدونینا ولی بهش دست نزنین. کم پولی نیست. من مرتب میرم آبادان و بر میگردم. ببینم کارماری ندارین؟ نه مرسی، من خودم براش نامه مینویسم. خیلی خوبه. گفتین چند تا برادر دارین؟ یکی. خیلی خوب حالا درست شد. بگیرید. گفتین اسمش علیه؟ بله. خیلی خوب. خوده. فقط مواظب پولا بله، باشینا. قربون خوده. شما. خدا حافظ. زری خانم اینجا رو. چیه بابا چی شده؟ داداشم واسم 8000 تومن پول فرستاده. گفتم حالا چی شده؟ دختر جون 8000 تومن که این روزا پولی نیست. خرج یه شب الواتی خارزادمه. بالاخره همینو فرستاده، خدا رو شکر. حالا دیگه میتونم تمام طلبای آقا رضا رو بهش بدم. دختر جون یه خود به فکر خودت باش. تو یه فرش زیر پات نیست، رو زیلو نشستی. میخوای بگم خارزادم از فرش فروشی رفیقش یه فرش خوب واسط بیاره؟ با چرا خارزاده شما واسم فرش بیاره؟ خدا زنده نگهداره داداشم. مینویسم برام بفرسته. لطفاً بیشمرین یه وقت زیادی نباشی. درسته قربان. خیلی میتونیم فرشو ببریم؟ خواهش میکنم. بچه ها بپیچینش. خیلی خوشگلی لولش بکنی نه؟ این باسلوق لولش میکنه. آخه خب دیگه کاری ندارین خانم نه جون؟ خیر کاری ندارم، متشکرم. اگه کاری داریم بگین، رو درباسی نکنین. من باز فردا میرم آبادان داداشتون رو گفتی میبینم. اوستا آبادان؟ بله آبادان. تا اون چشمتم کور شه که دیگه تو کار بزرگتر دخالت نکنین. بیافت جلو هم مال نشانه بی خاصیت. خب خداحافظ. خداحافظ. قربون سلامت. شما. سایتون کم نشه. خب مبارک مریم جون. خودت خریدی؟ نه نوشتم داداشم از آبادان واسم فرستاده. آها، خب حالا این اتاق جونم واسط بگه یه تلویزیون کم داره. میخوای بگم خارزادم برات بخره؟ نه خیلی لازم نکرده، خدا نگهداره داداشم. مینویسم واسم بفرست. همین ایستگاه تلویزیون خوبه، همینه میبریم. مبارک بشه. اینو لادرش ببند. خب چقدر تخفیف؟ 3500 تومن که پولی نیست، همش هم نداره. چشم بریم. به تلویزیونم که خریدی؟ نه خریدم، داداشم واسم فرستاده. خب مبارک انشالله. حالا بگم دیگه چی کم داری؟ یه دست مبل و یه یخچال و یه ضبط صوت که هر وقت تلویزیون برنامه نداره خودتون باهاش مشغول. مریم خانم لب بتره کنه همه اینا رو تا یه ساعت دیگه واسش میخرم. متشکرم. مینویسم داداشم واسم بفرست. خود دانی. خب مریم جون کسی خونه نیست، زینت هم خوابه. یه خود مواظب خونه باش تا من برگردم. کجا میخوایم بریم؟ با منصور خان میخوایم بریم سر قبر خواهرم. شب جمعه ثواب داره. منم 2 هفته که سر خاک مادرم نرفتم. خب اگه دلت میخواد تو هم با ما بیا. بله ماشینم که هست.
آخه آقا رضا خونه نیست، میترسم بدون اجازه بیام ناراحت بشه. بیا بریم دختر جون، اینقدر دیلی به لالاش بریم نذار، بابا، آقا رضا عادت که میشه. آدم نیست. خانه بچه وایسی من در قفل کنم و بچه شما بایستین تا من یک چیزی بپرم. خیلی خوب بفرمایید. بریم. بفرمایید سوار شید. چی شده؟ چرا نمیره؟ والا نمیدونم. یه عیبی کرده. اینجا رو باش بچه های توپ سنگ گذاشتن جلو چرخ. یه لحظه آدم از دست این بچه ها سایش نداره. باباهاشونو بکن. همینجور پس میندازم بد میکنن تو کوچه که مطمئن فهمید باشم. آقا رضا اینجا چی کار میکنی؟ آقا رضا ماشین کجا میبری؟ باشه ببینم ماشین کجا میبری ها؟ فکر میکنی امشب برگردم؟ ساعت 10 هنوز نیومدم. انگار ماشین شماست منصور خان. آره خودشه. وایسته برم ماشین وردشت ماشینی که بردم باش تجاوز کردم، ببخشید تصادفی نمیخواد کردم. لطفا خوشمزدگی کنی. بگو بینم ماشین وردشتی تا این وقت شب کجا بردی ها؟ حقیقتش رفتیم زیارت اهل قبور برای تام فاتحه آره خوندیم. میفرستم نراحت اهل قبور بزنی نه من تو توی 5 متری اول میشم. کجا داری گمیدی؟ بایسته بخواه فاتحه کنیم. من باید ارباب دارم ماشین سیاه. بستری که با تو مادر بری تو ماشین حالا بگو این نهایت ریزه بشید. هیچ چه تو نمیری بابا جون ماشین ما رو که صبح بردی حالا بردی فاتحه اهل قبورت هم که خوندی بچه های ما هم که یه ریزه بی عربی کردن عربشون کردی حالا اجازه میدی ما بریم به کارمون برسیم حیف من که دلم یه طرف ماشین خود شدم. برو دیگه واسه دختر مردمم کلکی نچین. بیا بریم. بفرما بس بریم. فایده نداره تا این پسر دور برم خب حالا چی میگی؟ اگه خاطرت باشه ما اومدیم خواستگاری آبجی اما 1000 تا ایوان نه رو ما گذاشتیم دیگه حرفتو بزن میخواستم بگم اگه قهره رو همون روزی که اومده بودم خواستگاری حلاتی نبود تا الان نشونده آقرده باشه جواب بده برو خدا رو شکر کن که اینجا ولی اون دهنتو با مش خورد میکردم سرتو مثل کبکه زیر برف نکن غیر تو هر بنی بشری میدونه که آقرده آبجی تو نشونه بیا و ببین چه دم دستگاهی واسه جور کرده فرش، یخچال، تلویزیون آخه تو خونه خاله من میشینم خالم میگم آقرزا صبح تاشون بر دل آبجید نشسته همین روزا باز منتظر ونگ ونگ بچهشون باشه خب این خاصیت بشره مرتب توالت تناسایی میکنن روزگار مصربتو شک اگه آزاد بودم و همه چیزو به چشم خودم میدیدم یا اگه آقا رضایی برات میساختم که 100 تا از بغلش دراد یا اگه میفهمیدم که تو دروغ گفتی بالای سرت میآوردم که روزی 1000 دفعه مرگ خودتو از خدا بخوای ولی چه کنم که روزگار دسته منو از پشت بسته من دستتو وا میکنم تا بفهمی که خیر صلاحتو میخوام اینجا یه آقدایی دارم که خیلی خرش میره میندازمش جلو وثیقه‌ای چیزی ازش میگیرم که آزادت کنن تا روز دادگاه آره آزادت میکنم تا ببینم چه گلی به سر خودت میزنی بعد از نهار کجا باس برم اصلا یادم نیست خدا میدونه بد کاری کردم کارم یادداشتی نکردم آقا رضا بی زحمت یه دقیقه بیاین اینجا کارتون دارم
کار خلاف شرع نباشه یه وقت واقعی چی مواجه این ضبط میشی؟ صوت داداشم واسم فرستاده. با حال شما و میخواستم پارداش ببینم شما میتونین روشنش کنی؟ با برقی کار میکنی یا با با همراش گاز؟ کار می... با حواس منو گاز چی؟ آقا ریزا با باتری کار میکنه. اجازه بدین اول انگلیسیاشو بخورم. Yes, no, very good. This way, please. خیلی بد خطی نوشته. بذارین این دکمه رو فشار بدم. شاید به امید خدا منفجر شد. بسم الله. به جون علیابادی که بچه‌های من همش موضوع رو فهمیدن، از من چشمم به چشم اون ناکس بیافته بهش میفهمونم یه من ما چند سیر کره میده. ولی مواظب باش کار دست خودت ندی. اجازه بده من در وا کنم. فکر کنم رضا الان خونه باشه، چون این صبح تا اون صبح نشسته ور دل دختره تکون نمیخوره. بفرما. این هرچی بکشی بالا بلندتر میشه. به اصطلاح فنی آنتنشی که روش سباره. دو شاخش کو بزنیم به پریز برق قد کیفه کنیم. بابا چشم ما روشن. هن علی جان قطع داداش آزار اینه قربونت برم. چه صافت آیا قد نمیکشی بلکه برو گورتو دم کن تا باقی خودت برسن. علی جان چرا تکون نخور. نامرد اینجوری میخواستی از آبجی مواظبت بکنی؟ بدجوری مواظبت کردم اینجا. میکشمت. آخه چرا؟ مگه چی شده؟ آخه چی شده؟ تو نمیدونی چی شده بی کس و کار؟ نه نشونت میدم. سلب موتر ویل کن آخه تیزه. خداوندی خدا. من که بخیلی نیستم، اما اقلا بگو باید چی بخوایی؟ آدم نیستی آدم دوتارون با حرف بزنه. چرا قابل نیستم؟ آبجی نوشته بود که روی زیرو زندگی میکنه، اما تو نارفتی پایین دم و دستگاهی که واسش خریدی سگه بدنامش کردی. با خدا من بدنامش نکردم. تو داری من بدنامه تو نامرد بی صفت خفت میکنم تا لکه ننگ رو از رو دامن آبجی بردارم. ناکس برای آبجی من فرش تلویزیون میخوری. آره خودت خریدی. من خریدم. آره آره خودت خریدی نرو. حرفمو بزنم. این فرش و مبل یخچال و تلویزیون تو برای آبجیت خریدی. من خریدم. آره تو. البته من پولش میدادم. آها. اما به اسم تو برای آبجیت میفرستادم. اگه ایشکی ندونه الماس که استانبول عرق فروشی داره خوب میدونه. من هر چی میخریدم میدادم الماس واسه خواهرت بیاره بگه تو از آبادان فرستادی. خب آخه اگه میفهمید من خریدم قبول نمیکرد. آخه حالا مگه واجب بود که مریم این همه دم و دستگاه داشته باشه؟ عوضی داره بهش میگن منصور. منصور؟ آره منصور خالدارو میگی؟ من دیگه خاله مالش ندیدم. فقط میدونم خاله از جانب خواهرزادهی کارش این بوده که زیر گوش مریمه بگه اینی کم داری اونی کم داری، اگه پول نداری بخری بگم خواهرزادم واسه بخری. اما تو اومدی دستمزد خوبیای ما رو دادی. خیلی متشکرم علی جان، چون خیلی سعی کردم که خواهرت گوله نخوره. اگه اینجوری بود چرا از این خراب شده اسباب کشی نکردی؟ چی بگم والا جوره نمیشد، ولی حالا دیگه به امید خدا میریم. خیلی خوب دیگه من میرم، چون ساعت 4 باز فرودگاه باشم. دادگاه دارم. بلیش کن، طوری که میخوان زندانی کنن حالا 4 روز دیرتر بکنن. با حال رئیس دادگاه چه فرقی میکنه؟ دادگاه باشه سر فرصت. آبجیت هنوز تو رو خوبه ندیده. چند وقت پیشش بمون بذار سایت بالا سرش کمانه کنه. همون سایه تو که بالا سرشه واسهش کافی آرزا. ولی اون داداششی میخواد، تو رو میخواد که وسیله تنشی. کامان یعنی بیا بگیر این مونی، یعنی پول تو رو خدا نذاری بفهمی که این چیزا رو من واسش خریدم ها. بیا اینو بگیر که بری واسش سوغاتی بگیری. برو از دلش هم در بیار. برو در برم آقا رضا. فقط مواظب باش قضاگر یه وقت نفهمه ها. معذرت میخوام مریم جون، منو ببخش. میدونی من تقصیری نداشتم. از روزی که ننه خدا بیامرزمون فوت کرده پاچ قاطی کردم. خودم هم نمیدونم چی کار دارم میکنم. چی؟ صلح برقرار شد. پس دیگه به وجود کسی اینجور احتیاجی نیست بفرستیمش بره. بیا چی؟ اینو بگی برای خود یه چیزی بخوار. من فرصت نکردم سوغاتی برات بیارم. حالا دیگه باز برم، کار دارم. هنوز نیامده. کجا میخوای بری؟ میرم فرودگاه، کارم خیلی عجله است. باز همین امروز حرکت کنم برم کویت. خب دیگه خداحافظ. آرزا با اجازه قربونه برم الهی. آره بی سلامت، خوش اومدی. خدا نه زحمت نکش. خدا نگهدار. برو به سلامت. دست خودش نیست. آفتابه زده به ملاجش. یه دفعه عصبانیه، یه دفعه مهربون، یه دفعه میگه خداحافظ من میرم الکویت. خب چه میشه کردم؟ مشغلش خیلی زیاده.
من همه چیز از پشت در شنیدم آقا رضا. نمیدونم چی بهت بگم. فقط اینو بدونم که هر علاقه نسبت به تو داشتم امروز 100 چندان شده. تا حالا دیگه واسه علی دخل رضا رو آورده باشن. آره منصور خان، اون آدم بیکله‌ایه. اگه این کار کرده باشه خودش هم میره زندون. اون وقت من میمونم و مریم که هم عشقشو برسم و هم بیارمش تو کافم که واسم کار برنامه نیست، هم عشقشو میرسی و هم واسط کار میکنه. شما این علی آقا سلام علیکم. یادت بهت گفتم اگه دروغ گفته باشی برای سرت میارم که مرگ خودتو از خدا بخواد. ولی علی آقا من به شما دروغ نگفتم، هر چی دیدم بهت گفتم، باور کن. آره جون احمد من راستش گفتم. سرکار جو قربونتم یه خود تونتر بودا سرکار. میبینی چه برای سر اوسای من آورده؟ اوسا بلند شو بلند شو. کی تو رو زده منصور خان؟ کی بود؟ سیاه پسر حاج معمار. دستمش خونش هم بلدم. اینو فوراً برسون بیمارستان. جاش بلند شو. واسه بینم. علی جون توی سلام. کی از مسافرت اومدی؟ بیا ببوسمت. آبجی و مادرم از خونه بیرون کردی، باعث مرگ مادرم شدی، دارون نداره ما رو بالا کشیدی. حالا خود بگو چه مانعی باید بکنم؟ این حرفا چی علی جون؟ من حق و حقوق همه شما رو دادم دست خواهرت. رسید ازش گرفتن. بریم خونه رسیدش تو نرو. اون رسید واسه عمت خوبه. خونه و زندگی آبجیمو به زبون خوش پس میدی یا به زورت ترخت بکشم بیرون. من نبودم علی جون. احترام موی سفید من نگه دار. این کارا واسه چیه؟ برای خاک پدر مادرم اگه زندگی ما رو پس دادی همینجا خفت میکنم. ما که خودمونو انداخیم تو اچار تو هم رو. چرا بچه شدی علی؟ ای ما سرمونم کمک کنی. داره خفم میکنه. کمک بیا تو رقومت بکشم بیرون یا نه؟ بلش کن پیر مردو. هیچ حرکتی نکن. شما شکایتی نداری. خیر ببرید. میگفتی من دادگاه دارم باید برم فرودگاه. از این حرفا چی میگی؟ خب اون که یست باب البته بگو ببینم کدوم کلانتری هستی حالا. باشه اومدم. باشه اوکی I'm coming to you. سلام رضا جون. بی سلام علیک. چی شده باز اینجا چی کار چی میکنی؟ بگم؟ رفتم سراغ مسئول خاردار، دیق دلیمو خالی کردم. اگه نمرده باشه الان تو بیمارستانه. بعدم رفتم سر وقت همون نشد. ناکس حالا دیگه به من کلکه میزنی؟ میگی میخوای بری فرودگاه بعد میای کلانتری؟ پیش اومده دیگه. خلاصه راحتت کنم. به این زودی آزاد بشو نیستم. اما خب مهم نیست. فراموش کن. چطوری فراموش کنم؟ حالا میخوام تو آرام دوستی یه خواهشی ازت. خیلی خوب بگو ببینم چی میخوای. زود باش بود تا یادت نرفته. اگه آبجی ما رو لایق میدونی عقدش کن. هن تو چی گفتی در حضور این پاسبان؟ عقدش کن تا دهن مردم بسته بشه و هیچ نامردی نتونه پشت سرمون ریک بیشینه. والا نمیدونم چی بگم. ذوق شدم. بذار فلاش بک بکنم. اینو بدون آقا رضا که هر علاقه نسبت به تو داشتم امروز 100 چندان شده. سلام پهمی شدی. ایوا آقا رضا شمایی؟ عریفی. سلام. ببینم از خونه جدید کم ناراضی که نیستی؟ هستی نیستی؟ ای خوبه بد نیست. پس اینم دست گلش بفرما. تا قدیم با عشق. دست شما درد نکنه. عریفی. متشکرم. چیزا
همین پیش پای شما داشتم به خودم میگفتم بفرمایید بشینید. آره میشینیم. آره داشتم به خودم میگفتم تو دنیایی که عمو و دختر عمو و نامزد و پیرزن همسایه، خلاصه دوست و دشمن، همه عین گرگ کمین میکشن که آدمو تیکه پاره کنن، اگه سایه مردی مثل شما بالا سرم نبود خدا میدونه که چه عاقبت پیدا میکردم. وضعیت خیلی هم بهتره بود. اصلا این حرفا رو ولش کن. هر کاری کردم وظیفم بود و کارهای مهمتری در پیش داری. مثلا چه کاری؟ والا نمیدونم چه جوری واسط بگم. باید یه جوری بگم که اگه یه وقت ناجور شد باز بشه یه جوری جورش کرد داره. خلاصه اینجوری واسط بگم یه نفر پیدا شده که تو رو از جون خودش هم بیشتره دوست داره. به کسی میگی یا میخواد بگیرتت. من ببینی انگار که اون دیدی. من حتم دارم که حتما میپسندیش. چه جور آدمیه؟ من شکوکم که آدم حسابی باشه. این خودم هر دربی داغونه. شغلش چیه؟ والا همکار خود بنده است. راستی خودت چه کاره ای؟ همکار همون خود بنده خواستگاری که واسط پیدا شده. راستی اینم بگم که داداشت با این وصلت سخت موافقه. شدید. باشه اگه علی موافقه من حرفی ندارم، ولی اما چرا بله هیچی. والا آقا رضا خودت بهتر از همه میدونی که عمو و دختر عموی من چه بلاهایی سر من آوردن. من همیشه آرزو داشتم شوهری واسم پیدا بشه که از نامزد سابقم سر باشه، هم از کار و شغل، هم از مال و ثروت، خلاصه از همه چی. دلم میخواست شوهرم مثل سیخی باشه که دائما تو چشای دخترم و شوهرش فرو بره. ولی خب این آرزوم برآورده نشد. حالا هرچی شما بگین قبول میکنم، چون شما جای برادر بزرگ منم. خیلی چی گفتی؟ من جای برادر بزرگی ترتم؟ بله من شما را از علی هم بیشتر دوست دارم. اگه واقعا صلاح میدونین به خدا من رو حرف شما حرف نمیزنم. باید این خواستگار یه جوری دست به سرش کنم، شاید بتونم که ردش کنم. اون آخه خیلی درب و داغونه. باید برم تو خط یه خواستگار پولدار که بتونه تو رو به آرزوهای طلاییت برسونه. خب اونم زیر کلم دارم، برات پیداش میکنم. شب زودتر بیاده داشت میخوام واسه شیرین پلو. عبدالله مینم خاله پا. به من چی که تو عبدالله نیستی عبدالله نیستی؟ حالا چه منظوری داری هی در پای شلوارتو برای من میزنی بالا؟ باز داره راه میافته بگم به امان است. جریمه بشی. من رفیق آقام جناب آقای مسئولیت داره آخه. به جناب آقای باسلوگیان مشتاق زیارتیان بسم الله بفرمایید. آقا به جون شما من خواستم جلوشو بگیرم ولی حریفش نشدم. کاری راستی که بخواست جلوتون بگیره ناراحت نکن. من میدونم از دست من شکاری، ولی امروز نه، جلو برای نیومدم اینجا. اومدم پیشنهاد ازدواج بهت بکنم. پیشنهاد ازدواج؟ نفهمیدم. اونم با دختری که تو برام پیدا کردی. تو میخوای واسه من زن بگیری؟ چه اشکالی دست برات بلنده کردم. آره میگم چای میخوای یا سرکه شیری؟ البته هم چای خوبه هم سرکه شیره، ولی من چای اینجا. آقا من اصلا نیستم عبدالله. دیگه دارید به خودم میزنم تو گوشت. اون چاق چلاشو برده بیار فهمیدی؟ از اون چای مخصوص برده بیا واسه آقا رضا. آقا چای دوست داری؟ بله آقا شد. برو ببینم. ببین چی والله من چای ساده دوست دارم. چرا وایسادی؟ بشین بابا جون، بشین راحت باش. ببینم تو که پیشنهاد ازدواج برام کردی چرا خودت زن نمیگیری ها؟ والا نمیتونم، یعنی گرفتارم، چون تو کوچه ما سر من دعواست. این همسایه میگه دخترمو بهت نمیدم، اون همسایه میگه من اصلا بهت نمیدم. حالا موندم این وسط که چیکار کنم و کدومشونو نگیرم. خب خوشگلی دردسر داره دیگه، چیکار میشه که؟ آره ولی خب این تو دردسرا رو نداد. حیف تو نیست که با این همه ثروت تنها باشی و شبا برای رفت تنهایی منو ببری خونه. من تو رو بردم تو خونم؟ نخیر من تو رو بردم خونم. راستی این چایی که گفتی چطوره؟ چای حاضره قربان. چای سلام علیکم. سرکار خودشه. چقدر خنگ با خدا. تو گفتی برو چای گرفته آسبان بره ما. سرکار این آقا رو برین کلانتری. من از دست شاکیم، میفهمین؟ از دست شاکیم. این آقا جیب بره. من من نه.
تو مگه زده به کلت رفیق. خب اگه نمیخوای زنه بگیری نگیر دیگه، کلانتری کشی واسه چی؟ سرکار جون ببرش رو من پشتره بیام برش رو ببر. ولی من باز از تو کینه به دله نمیگیرم رفیق. برای ثابت کردن این موضوع حاضرم ماچت بکنم. لازم نکرده آقا، همین ماچات بود که پدر من در برده. برو بفرمایید. دیوونه شدم دیگه. ماما این کباب ما چی؟ کبابتون الان حاضر میشه. فعلا نون پیاز بخورین تا ایشاتون وا بشه. شما هم نون پیاز بخورین. چه فرمایشی دارین؟ میگم بالاخره نگفتین آقا رضا کجاست که امشب پیداش کنی؟ برو یه سرگوشی آب بده ببین نکنه خدای نکرده بلایی سرش اومده پاشون. به روی دوتا چشم فردا صبح از خونهشون میپرسن. فردا صبح چیه؟ مگه الان چشه؟ مگه اون الان تو آسینم از کجا پیداش کنم؟ چطوره برم سوپرمارکت بگم یه رضا باسلاقی من این حرفا سرم نمیشه. من رضا باسلاقی میخوام، همین امشبم میخوام. همین چشم میرم یه کاریش میکنم. میرم خونهشون. اگه خونهشون نبود یه سری میزنم هیمالیا. اگه اونجا نبود میرم ایتالیا. اگه اونجا نبود میرم قزوین. پیداش میکنم. راحت گفتم خیال راحت باشه، من ترتیب کارتون میدم. بگو ببینم مریم حالش خوبه؟ آره خوبه. چی گفتی؟ که بازم تو این طرفا پیداش میکنم. چی؟ هیچ کارم شو ببینم. گفتم بازم که این طرفا پیداش درسته میخورم. یواشتر اصلا یه پول بنده بهش بیزن. فقط بگو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ خلاصه خیال راحت تو باز اومدی این میگم وقتی رضا باسلاقی پیش من نیاد تو خونش هم نشه پیداش کرد معلومه زندونه دیگه. باز خوبه که تو اقلا به فکر من هستی ها. نادر اندیمش اومده بود نادر خان ولی ما چیزی بهت نگفتیم خودت برادر خواهر اگه پیشم هر خوری اینقدر نانتم خودم میگیرم اصلا ناراحت نباش. مگه تو ننه بگیری میگم که نادر خان بیشتر از من به فکر شماست. اون منو فرستاده اینجا. بیلش کن بابا، معلوتی خودش شکایت کرد منو انداخت اینجا. عجب ماهی دودی کشیدم، فقط دودش کمه. آقا جون معذرت میخوام. الماس کار واجبی الماس که جواب فروش میگی؟ اجازه هست بیاد تو. اون الماس بگو تو بیا الماس تو. کافه چی میگی؟ خیلی وقت ندیدمش، از دیشب تا الان ندیدمش. سلام با کلا عرض میکنم. سلام بیکولا. ببینم این وقت چی کارم داری الماس؟ نکنه خیال داری حساب دیشب ازم بگیری؟ ای بابا حساب مساب فرای سرتون. از رضایی یه مقدار کنیاک آوردم برام. یه شیشه‌شو آوردم که یه پیکی بزنین ببینین میپسندین یا نه. مال مراقه نداری. تازه ببینم این کارو میتونی امشب تو کافه بکنیم. من که میدونی وسط روز تو محل کارم مشروب نمیخورم جانم. آخه میدونی چیه؟ چیه؟ میخوام پول بابا رو بدم بره. میخواد بدی بره. اگه شب بیاین بخورین باب دلتون نباشه دیگه نمیتونم پسش بدم. بله. آخه من تا حالا روز مشروب نخوردم، میترسم یه وقت سردردی میگرنی چیزی بگیرم. حالا یه استکان طوری نیست آقا جون. منم بعضی روزا یه استکان میرم بالا. به گور پدرت میخندی میری بالا، میبرم تو زیدانی بطری میکنم تو گوش دستالله. چند دفعه بگم آقا جون من اسدالله نیستم عبدالله، اینم خاله پام. میخوان نشونتون بدم. عصبانی شدن براتون خوب نیست. باعث آقا من فرقت چجوری اعصاب بگم بخورید. این خاله صاحب برده که واسه سرما گرما کنیاکش از این کنیاکا نیست. از صدا تو اون بلند کنیاکا. میکنی مرد که به دست سوخته. نوکر باش. بفرمایید. میدونی من این گیلاس فقط به خاطر رفع ناراحتی این خال کوفتی تو میخورم، ولی ممکنه بود تو محل کارم مشروب بخورم. امکان نداره. شرمندم آقا جون. باش تا جون دره. خب کنیاکش چطوره؟ ارز کن خوبه. گیبشید خیلیم گیبشید. بخورین نوش جون تو. یکی دیگه میریم دومیشم دبشه. خب این یکم بخورین تا ناراحتیتون به کلی رفت بشه. بیدی رفت کنیم. بریزین اونجا که درد غم نباشه. به شما میرسه تو صف وایسی. رفت دبشه. ولی میدونیم مشروب بدون باسلوق مزه نمیده. رضا باسلوقی میگم اصلا به مزه نمیده بدون اون. عجب دوست نازنین. آی گفت خیلی خوب تا همشم بریم بالا. من تا نیم ساعت دیگه دست رضا رو میذارم تو دستتون. بدیم ببر. بریز ببینیم. معلومه که میریزم. میخوام همچین نرمک سر حال بیای. یه سفرا نشستی هم بدونم. بفرمایید میل کنیم. ریختی مگه؟ ببینم این رضا باسلوقی چطور شد؟ من رضا جونم میخوام. من این چیزا رو نمیخوام. آخه اون که نمیتونه بیاد اینجا. ما باید بریم پیش اون. اون یه سردار و 1000 تا شیپیشک. خب پس چرا معطلی؟ بریم پیشید. چی شد قربان؟ بله درسته، ایشون به اتهام جیببری بازداشت آخه کدوم آدم احمقی ازش شکایت کرده؟ نمیدونم. کدوم آدم بی سر و پای گفته که رفیق من جیببری قربان؟ شخصی به نام نادر صبور. اون که داخل آدم نیست، من خودم پولش میدم قربان.
خودتونو میگه، حواستون کجاست؟ جدی میگی؟ من خودم داخل آدم نیستم. آخه چرا من داخل آدم هستم؟ من ملل داشتم شکایت کردم ازش. والا ما متخصص الکلیم، از امراض داخلی و خارجی خبر مبر یختون. خیلی خوب قربان، اگه من ازش شکایت کردم خودم هم رضایت میدم. شناسنامه یا کارت شناسایی؟ بله بفرمایید. بفرمایید. اینم کارت شناسایی. اصلا می‌نویسم که ازش شکایتی ندارم، فال قضیه کنده بشیم. خیلی خوب، شما مرقوم بفرمایید. من می‌نویسم آزادش کنم. میفرمایید. مرقوم با چی؟ با قاف؟ تو فکر میکنی خیر میبینی از اینکه ما را از زندون در آوردی بیرون؟ باور کن به جان آقا رضا، این یکی دو شبی که تو نبودی نه خواب به چشمم میومد نه خوراک داشتم. تنهایی خیلی ناراحت کننده است. ببینم تو چرا زنه نمیگیری؟ چی؟ زنه بگیر که از تنهایی دره بیای. اگه میتونستم که خوب بود. هم؟ نمیتونی؟ نه. نکنی به قول خواننده معروف قصه تو گفته نشده تموم میشه؟ نه، من هنوز هیچ دختری قصه نگفتم. ولی یه عالمه قصه گفته نشده دارم. خب آخه علتش چیه؟ تو که الحمدلله چیزی از من کمی کسری نداری. چرا؟ ها؟ 30 میلیون تومانی کسری. 20 میلیون؟ میدونی پدر مادر من آدمای فقیری بودن. حتما اونا 10 میلیونی داشتند. 10 میلیون. من 10 ساله بودم که مادرم مریض شد. دکترها میگفتن باید ببریش خارج تا معالجه بشه. اما پدرم پول نداشت. به هر دری که زد نتونست فراهم کنه. تا اینکه یه شب مادرم جلوی چشم من مرد. بابام عاشقش بود. وقتی مرگ اونو دید دیوونه شد. حتی رعایت حال منم نکرد. همونجا بالا سر جنازه مادرم اینقدر تو سر و صورت خودش کوبید تا مرد. مرگ پدر و مادرم اثر بدی رو من گذاشت. با اینکه بچه بودم و عقلم به جایی نمیرسید، از همون شب تصمیم گرفتم که پولدار بشم. از فردای اون روز مشغول کار شدم. روزا کار میکردم و شبا درس میخوندم تا سن 18 سالگی. بعدشم رفتم تو معاملات زمین و بار خودم رو بستم تا امروز که صاحب همه چیز هست. خواهد شدی به عبارت ساده تر. بله میکنم، ولی هنوز فکر میکنم که 10-20 میلیون تومانی کم دارم. واسه همینم هست که زن نمیگیرم. میدونی شبا واسه چی میام کافه الماس مشروب میخورم؟ برای اینکه چشمم به زنی نیفته و هوس ازدواج به سرم نزنه. بالاخره که چی؟ تو باید زنه بگیری. این همه اساس و تشکیلات تو این خونه به این بزرگی وله معطلن. کرکره هارم که کشیدی کسی تو رو نبینه. سرپوشم گذاشتی رو تمام اساس، مثل اینی که خاک مرده روشون پاشیدن. والا نفس کشیدن تو این اتاق مشکلی. انگار تمام غم و غصه دنیا رو تو این خونه خالی کردن. آخه اینم شد زندگی. میفهمم. منم این موضوع رو حس میکنم. اصلا تنهایی من باعث شده که بعضیا بهم بگن دو شخصیتی هستی، دیوونه ای، ولی من همه این حرفا رو نشنیده میگیرم. میدونی برای چی؟ برای اینکه میخوام 2 سال دیگه عروسی کنم که ثروتم رسیده باشه به 50 میلیون، که هر وقت زنم سرش درد گرفت با هواپیمای شخصی بره اروپا خودشو معالجه کنه و برگرده. میخوام یه وقتی عروسی کنم که زن و بچم درد نداری رو حس نکنم. بابا تو که با 30 میلیون ثروت میترسی زن بگیری، لابد من باید فردا برم به اشت زهرا قبر خودم رو بکنم. اصلا از اینا گذشتی. تو میخوای ثروتت برسه به 50 میلیون بعد زن بگیری. من بدبخت که میخوام اول زن بگیرم بعد میلیونر بشم، چه گناهی مرتکب شدم؟ تو میتونی زن بگیری، یکی انتخاب کن. خودم خرج عروسیت میدم با کمال میل. قربون داخل تو که شب واسم زن میگیری، خونه 4 طبقه میسازی، صبح میزنی زیرش. اگه راست میگی خرج عروسی ما همین الان رد بکن بیاد. میدم خرج عروسیت که چیزی نیست. من جونم هم فدات میکنم آقا رضا. جونتو بدی اول پول بده قربون اون دهنت شد یه چیزی. زود باش ردش کن. زود باش میخوام برم. زود باش ما. یا یه چک سفید واسه امضا میکنم، هر قد خرج عروسیت میشه توش بنویس و برو از بانک بگیر. چک سفیدم میدن پول بانک. گوش کن ببین چی میگم. استولا عبدالله باش، عبدالله نباش، امرالله باش، امرالله نباش، خیرالله باش، هر کوفت و زهر ماری که دلت میخواد باش.
ولی یه بر چک من گم شده میفهمی، گم شده باید پیدا بشه، چک من هر طور شده باید پیدا بشه. برو تلفن کن خونه، آشپز و راننده و باغبونه، مستخدم و رخشون و ننجونه، همشونو برده بیار اینجا نشد تو تجارت خونه. ببین چک من کی برداشته، فوری ازش پس بگی برده بیا، والله همتونه اخراج میکنم، به خدا همتونه میکشم زیر اخیه، بعدم اخراجتون میکنم. فهمیدی؟ منو دیگه باز چی آقا؟ او چی؟ از دیگه تویی که باید بری زیر اخیه. برای بیلیاقتی من که اونا رو نمیشناختم که، همشونو تو برداشتی آوردی تو خونه من. خیلی خوب. انده؟ اما نه آقا اون کاراته بازه، با اون نمیشه طرف شد. کاراته بازه؟ میرم تلفن میکنم به مستخدم. به مستخدم؟ بله تلفن میکنم به مستخدم. خیلی خوب، برو تلفن کن به مستخدم، اما یه بچه که منو پیدا کن. چشم. معذرت میخوام آقای نادر صبور رو میخواستم. بله بفرما. میبینی وقتی بهت میگم بیلیاقتی بی خودی نمیگم، واقعا بیلیاقتی. کارتو ول کردی اومدی اینجا، حالا هر کی از اون میشه زل تیرش میکشه بیاد تو. آقا اولا که خودتون منو احضار کردید. نیشتوانتون درست با من که ده. این از اون از که حرفیا هیچ با تو. نیست. آقا یه چیز دیگه نگاش کنید. ببینه. نگاش کنید. براق میشم چرا؟ گفتم با آقای نادر صبور کار دارم. این مسخره بازی ها چیه داره بردین؟ براق شدم روش. نادر صبور خود بندم دیگه. سلام علیکم. تو عزت همین الان برمیگردم، زودی بیام. ببخشید. باید مسبید یه برو ویسکی بیکن بکن. بفرمایید. دیگه زود بشتیرم میشه. آب حیاتی، آب حیاتی. یه بدر تو حیات خور. لب باقچه بکنم روشن شم، بکنم باشه. ای توپ جلوشو گرفتی؟ این بیپیر این همه بلا سرت آوردی باز داری میخوری، ببیش من واسه ضرره داره. گوش کن چی میگم، حال نمیشه یه قلوب به ما ببینی بذاری بخوریم، چطور میشه مگه؟ وقتی خانمو گفت مشروب نخور یعنی استوپ نخور. استوب نخور. استوب بیسی ویسکی بخورم بابا. یه وقت از بوی دهنت میفهمه و ترشی میکنه. خب بی سر پا نیستش که بخوای حرفشو نشنفته بگیری. بعدش اونم از هم طبقات خودته. بابا شقای صاحب و دولس ماشینشی که دیدی صافی داره. 10 تام کشتی خجالتی داره، 2 تام هواپیمای فسقی. تکون نده اینو. وقتی هم عروسی میشه اقلا چند میلیون تومن جهاز با خودش میبره خونه شوبر. اینو من میخورم به سلامتی سلمه. خدا چی خوردی؟ برو پیشش بشین باش حرف بزن سرش گر کن. منم اینو به سلامتی میخورم. بخور تا یه پدری ازت در بیارم خودت هست کنی. مریم جون، میگم برای خوشبخت شدن یه زن شوهر چقدر پول لازمه ها؟ بستگی داره به اینکه چقدر همدیگر رو دوست داشته باشن. زن و شوهرایی هستن که حتی اگه 500 میلیون تومن هم داشته باشن هرگز رنگ خوشبختی رو نمیبینن. اما زن و شوهرایی هم پیدا میشن که با ماهی 500 تومن درآمد در کنار هم خوشبختن، چون همدیگر رو دوست دارن. تو چی؟ دوستم میداری؟ از جونم هم بیشتر. با هم عروسی میکنی یا نه؟ آره عزیزم، از خدا میخواد. خب پس همین فردا ترتیب خواستگاری میدم، منتها باید قبلا تلفن کنم به پدرت. چی گفتی؟ به پدرم تلفن کنی؟ آره دیگه، آقای صاحب دوله. چی شد مریم؟ چرا گریه میکنی؟ یعنی چی؟ ناراحتی نباش، الان درستش میکنم. یه دقیقه صبری بکن. این چی؟ واسه چی گریه میکنی؟ چی بیش گفتی؟ من چی میدونم، چیزی بهش نگفتم. گفتم میام به پدر تلفن میکنم، میام خواستگاری از این حرفا. بی خود اسم باباشو جلوی روحش آوردی. چی؟ آقا باباش مرده، عمرش داده به من تو. خب پس چرا زودتر نگفتی که بهش تسلیت بگم اقلا؟ دیگه داغش تازه نکن، تازگی که مرحوم نشده. این صحبت مال چندین سال پیشه. نفهمیدم. نفهمیدم. تو که تا دیروز میگفتی صاحب دوله زنده است؟ ممکنه.
یعنی چی ممکنه؟ آخه صاحب دوله یه اسم مندراری من دیدم بابای مریم اسمو درست حسابی نداره، این اسمو من گذاشتم. اصلا بابای مریم کی بوده؟ یه بند خدای مجهول الهویه گویا که معمار بوده. از این معمارای بسوز بفروش یا صاحب کشتی تجارتی؟ والا کشتی هاشم غرق شدن. هواپیماهای چطور؟ خب هواپیماهاشم سقوط کردن. پس شرکت های تجارتی چی میکنم تو چشتا؟ برشکست شدن میگه. چشمم روشه. خب بعد چانسیه دیگه. خب چی کارش؟ از اون چند میلیون پولی که میگفتی داره اونم علکی بود یا دولکی بود؟ علکی دولکی هم نبود، من اشتباه کردم. 10-20 ریال بود، با میلیون اشتباه شده بوده. اشتباه جزئی ببینم نکنی میخوای بگی رستم و همین یه دست اسلحه که تنشه؟ تقریبا. دیگه چرا تقریبا نه؟ آخه بعضی از اون رختایی هم که تنش دیدی آریاس مال خودش نیستش که. اون اتومبیلی که تو رانندش بودی اون چی؟ روم سیاه اونو توتل موبیلم کرایه هست. ببینم اقلا یه خانواده حسابی خوشنامی که داره. بله؟ اونی که دیگه نگو. یه برادر داره که الان تو زندانه به جرم چاقو کشی. پس با کی زندگانی میکنه؟ دو انگشت با من میکنه. آخه دادادشون سپردی دست من. مرد که جوالنق، پس چرا از روز اول حقیقت رو به این نگفتی؟ اینجا رو بیل کن. برای اینکه از روز اول هم اونه دوست میداشتم هم تو رو دوست میداشتم. دلم میخواست شما دوتا به هم بریسیم. بدکاری نمودم. آخه احمق جون بدکاری نمودی که وقتی اون دروغ رو تحویل من میدادی فکر عاقبت کار رو نکردی؟ چرا؟ فکر عاقبت کار میکردم، ولی با خودم میگفتم چشم و دل که دید و پسند نمیشه بعضی ایبای کوچیک و پشخید. ایبای کوچیک و ریزه میزه رو بله، اما دروغگویی و کلاهبرداری رو نه. نادر خان، حالا که داری میری بیا عینک تو بگیر که مشغول زنبه. من از بجه تو دیگه عینک نمیزنم، مال خودت. خب نزن. خود رضایت داری. Thank you very much himself. گریه نکن مریم. روز اول که واسط گفتم سنگ مفته و گنجشک مفت میپرونیم شاید به هدف بخوری. روز اول من هیچ احساسی نسبت به اون نداشتم، اما حالا دیگه نمیتونم دوریشو تحمل کنم. دوستش دارم داداش جون، دوستش دارم. تو دوستش داری؟ خدا منو نکشه کمش تسخیر منه. اومدم ابرو رو درست کنم، زدم چش چالشم کوره کردم. حالا پاشو بریم خونه، شاید تو راه 1 میلیون. دوستان عزیز، همونطور که اطلاع دارید شرکت سراب روز گذشته رسما منحل شد و باید بگم که از امروز این تشکیلات به نام یک مؤسسه تجارتی فعالیت خودش رو شروع خواهد کرد. من وظیفه دارم خانم‌ها و آقایون رو به مدیر جدید معرفی بکنم، ولی برای ادامه کارشون تضمین نمی‌کنم. تشریف میارن. خیلی خوب آماده باشید. سلام خانم، شمایید؟ اجازه بدین دستتون رو ببوسم. باور کنید من حتی فکرشم نمی‌کردم که شرکت سراب در اختیار شما قرار گرفته باشه، اما به هر حال خیلی خوشحالم. حالا اجازه بدید که کارکنان شرکت رو به حضورتون معرفی کنم. فکر میکنی وقتی این کارو داشته باشی؟ اصلا و ابدا. فعلا برین مشغول کارتون بشین تا تومار، یعنی فردا برین گمشین. آدم سویدن و جدول حل کردنم فراموش کنین، یعنی نکنین. میخوام پاک آبروی مؤسسه رو ببرین، یعنی نبرین. شما خسته شدین خانم، بفرمایید بشینید. یعنی نمیکنین. ها چی؟ خیلی خوب. خب منو یادت هست؟ من واقعا شرمندم. تو ظلم بزرگی نسبت به من کردی، چون من واقعا دوست داشتم. تقصیر من نیست خانم. عمو و دخترموتون انقدر تو گوش من خوندن تا منو منحرف کردن. خب شاید قسمت نبود من و تو به هم برسیم. به هر حال من بعد از تو با یه پیرمرد پولدار عروسی کردم. اونم بعد از 3 ماه مرد و هر چی داشت گذاشت برای من. حالا من موندم و یه ثروت بی حساب که نمیدونم چیکارش بکنم. واقعا زندگی بدون عشق هیچ ارزشی نداره. شما جوانک بیا اینجا کمان تلوو بیا. نامزد سابق خانم تو بودی؟ آره خودم بودم. هنوزم یه باشکی دوستی داره. چند دفعه به من گفتم داخل آدم نیست. حالا اگه بتونی یه جوری از دلش در بیاری این شانسو داری که شوهرش بشی. آخه من زن دارم. خب فوراً برو طلاقش بده. برو ببینم چی کاره بکنی. برو طلاقش بده، منم اینجا منتظرتم. خیلی زود طلاقش بده. خواستگاری؟ بله خواستگاری. خواستگاری چی؟
راستش بنده پیروز دختر خانمو توی خیابون دیدم، چشمم یک دل نه 100 دلشونی گرفت. رفتم پرسجو کردم، گفتن که سبیه جنابالوه. اینی که بنده زرتی پشتم اومدم یه خواستگاری. والا وصلت کردن با شما برای بنده افتخار بزرگی. بله. ولی چه کنم که سبیه چند وقت پیش شوهر کردن. خیلی. چی فرمودی؟ خانم شوهر دارن؟ شوهر که چه عرض کنم، بفرمایید وبال گردن. خیلی خوب. خوب پس اگه اینجوری بنده رفع زحمت میکنم. البته اینم بگم که بنده هیچ اطلاعی از شوهر کردن خانم نداشتم و الا ممکن نبود، امکان نداشت که زرتی پاشم بیام اینجا خواستگاری و خودم سکه یک پول بکنم. آقا خواهش میکنم این حرفا چیه؟ این حرفا همونه. به هر حال بنده مرخص میشم. خداحافظ شما. خواهش میکنم حالا تشریف داشته باشی. باز خواهش میکنم تشریف داشته باشم. نه جانم، بنده کار زندگی دارم، همجور همه کارام ول کردم اومدم اینجا. باید برم زودتر به کارم برسم، جانم نمیتونم بمونم. خیلی خوب. یعنی چی؟ میخواین تشریف ببرین طوری نیست، اما توجه داشته باشین که اگه چند وقت بهمون مهلت بدید شاید بتونم یک کاری براتون بکنم. ببینم. بله بابا جون درست میگه. منظورتون یک کاری متارکی چیزیه دیگه؟ بله همینطوره. خوبه. البته کاری نداریم که جنس دست دوم نصیب ما میشه، ولی خب چشمم کور، خواستیم و پسندیدیم و بایدم صبر کنیم. چه کنیم دیگه؟ با اجازتون این کارت بنده بدم خدمتتون که بعدم بهم تلفن بزنه. قربون شما. میگیرم. قربون شما. زمان نکشین دیگه، خودم میرم. سلام شلیکی شدی. سلام آقا رضا، بفرمایید. نه دیگه میخوام برم. بگو ببینم چی کاری کردی؟ هیچ کار ما الحمدلله تمومه. فردا میریم دادگاه حمایت خانواده. حتما بعدش هم میخوای با مریم خانم عروسی بکنی؟ خب معلومه. آخه خیلی خدا، یکی که میخواد با همچی خانم محترم و پولداری عروسی کنه باید یه چشم روشنی بهش بده. همینجوری مخت 500 که نمیشه. والا راستش من که چیزی ندارم. چیزی نباشه با تو سیف بذار بگو تا خونه رو بهم ندین، منم طلاق نمیدم. مثل اینکه بدم نگفتی. آره جونم، وقتی خونه رو به اسمت کردن سندشو به نام مریم خانم بکن، بعدش هم کادو پیچش کن، دو دستی بیار بهش بده. ویلا با پسر بی صاحب الدوله عروسی میکنه، سرت میمونه بی کلاه بی نوا. چی گفتی؟ پسر بی صاحب الدوله؟ آره، رقیب عشقی داری بدبخت. پاشو برو همین الان بهشون اخطار بکن، بگو طلاق بی طلاق. ده پاشو، چقدر این تند را میره. معذرت میخوام. ای دکتری عبدانی وای چه خوشی گلی من ببش خیفه. بله. معذرتی میخوام، میرزا عادل شما این؟ بله خودمم. فرمایشی داشتین؟ پس سلام عرضی شد. علیک سلام. گفتم کاری داشتین؟ من راننده آقای صبورم. یه خبر دست اول براتون دارم که 30 میلیون میارزه. آخه سرپا که بده، بفرمایید تو. نه خیر، من باید تشویر ببرم. فقط بفرمایین که طلاق دخترتون گرفتین یا نه؟ والا نه هنوز که نگرفتیم. چطور مگه؟ وای به حالتون. پس باید اعلان خطره بکنم که نادر خان صبور داره از دست میره. اگه هر چی زودتر طلاق دخترتون نگیرین، نادر خان دختر صاحب الدوله رو میگیره. آخه دومادم دبه در آورده، میگه طلاق نمیدم. چیز میخوره که نمیگیره، یه چیزی بهش بدین ردش کنین بره. اون حتما کلک انداخته که این خونه رو بگیره، شاید خودتونم بگیره. تا نادر خان از دست نرفته قال کار بکنین. اینجوری که نمیشه. شما برین به کارتون برسی، برین باغچه آب بدین، برین صفا کنین. برو تو، برو به منم. به سلام. چی کار باید بکنم معلوم نیست. بالاخره آخرتو بزن. چقدر میخوای که طلاق بدی؟ چرا از من میپرسی؟ خودت ببین چقدر میتونی بدی. من پیرمرد دار و ندارم، همین یه خونه است. اگه واسه این خونه دندون تیز کردی خجالت نکش، بگو. من به هر قیمتی که شده میخوام طلاق دخترم از تو بگیرم. اگه واقعا برای طلاق گرفتن مصرین باشه، اشکالی نداره. خونه رو به اسم من بکنین، منم طلاقش میدم. 5 دقیقه صبر کن، نتیجه رو بهت میگم. تا برنگه بودم گاهی اوقات یه پیککی میذارم. آره میدونم. ببین کی؟ الو بله. عرض کنم که منم میرزا عادل مجددا مزاحم شدم. اختیار داری. چه مزاحمتی؟ آقا این دوماد ما داره کار دست ما میده. ما دار و ندارمون یه خونه فکسته. بره گورش گم کنه. خیلی معذرت میخوام، بیاد آقای اجبری. اسدالله باز میگه اسدالله. آقا جون من اسدالله نیستم، من عبدالله. اگه یه دفعه دیگه بگه اسدالله نیستم، عبدالله خاردار با همین گوشی میکنم تو مخت، با شما نبودم، با این اسدالله. گوش کن چی میگم. یه ملک 6 میلیون تومانی به اسم پدرزن آیندم بکن. روز بله برون میخوام به عنوان شیرباه تقدیمش کنم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ بله آقا چشم. شنیدی که چه دستوری دادم قربان؟ بله شنیدم.
اگه اینجوره من همین امروز خونه رو به نامش میکنم با امید خدا فردا میریم هر پادگاه. کاری که دلتون میخواد بکنین، فقط یه خود زودتر بکنین. قربون شما. خب پس اول میرن محضر برای انتقال خونه، بعدم دادگاه برای طلاق. آره خب با من دیگه کاری نداریم؟ نخیر. از اولش هم کاری باید نداشتی. به سلامت خوش اومدی. به سلامت. بله سلام قربان. با فرامرز کار داری؟ اتاق 24 گوشی داشته باشین. سلام حالتون خوبه؟ سلام خانم تشریف دارم؟ نه خیر امروز اصلا تشریف نیاوردم. خیلی خوب خداحافظ. فرامرز ای تو کجا بودی جوونک؟ ما الان 1 ساعته که منتظر توییم. تو محضر معطل شدم، رفته بودم خونه رو صلح کنم به نام مریم خانم. اینم قبالش. ببین حالا دیگه صاحب خونه مریم خانومه. بدیش به من ببینم، اینو میدادی کادو پیچش بکنن. آخه اینجوری که آدم چشم روشنی به کسی نمیده. واقعا که تو آدم خیلی خوب بده برم کادو پیچش بکنم. کجا بری؟ عاقد بالا منتظریت، مهمونم دارن سماقه میمیکن. ولی من که آمادگی ندارم، باید برم لباسم عوض این کنم. عوضی هستی کافیه دیگه، لباس پوشیدنم بیا از من یاد بگیر. نگاه کن خوبه میگی. خیلی خوب من میرم. کجا؟ نمیشه چونه تو. کجا با همین لباس میای یا به زور ببرمت بالا؟ خیلی خوب میام با. بریم وایسا من الان برمیگردم. جناب میرزا عادل عاقل سلام پهن شد. خوب شد که شما ها اومدین. چطور مگه؟ نادری خانی عاقد آورده منتظر شما. ولی اینکه هنوز عده‌اش تموم نشده. خب عقدش همین امروز خالی میشه. شما ناراحت نباشید. ما از بساط عقد خبر نداشتیم، فقط اومدیم به نادرخان مژده بدیم که کار طلاق گرفتن نازی تموم شده. خب حالا دیگه آزاده. خیلی خوب، حالا که آزاده بی خود اینجا باید نسه، بیاد بره زن نادرخانه بشه. عزیز جون عرض کردم این هنوز عده‌اش تموم نشده، واسه همینم نه ما از کسی دعوت کردیم نه این لباس مناسب پوشیده. خیلی خوب، این که چیز مهمی نیست. من که لباس پوشیدم برای حد پوشتید کافیه. چرا؟ بابا جون عرض کردم ما لباس مناسب نپوشیدیم. خیلی خوب، هر حرفی داری نه اصلا اینجا حرومش نکنین. بیاد بریم بالا به خود نادرخانه بگیم، بهتر نیست؟ بسیار خوب. ما فقط میخوام مژده متارگی کردن نازی رو بهش بدیم، کار دیگه ای نداره. توفه این نتنزم که اینجاست. به کوری چشمتون همین الان با پول دارترین دختر تهران عروسی ببینی ما تعریف کنیم. بابا دعوا تو دومات بالاخره ما هم یه غلطی میکنیم. بیا دعوا نکنی. دعوا چیه؟ تو خیال میکنی کی هستی؟ آیا دوشیزه مکرمه معظمه مریم پورمعمار به دایی وکالت میدن که ایشان را با صداق 1,000,000 تومان بچه نفس و 1 جلد کلام الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ تکرار میکنم، آیا دوشیزه مریم پورمعمار به دایی وکالت میدن که ایشان را با مجید بچه نفس و 1 کلام الله مجید به عبد دائم آقای نادر صبور در بیاورم؟ این مردی کلش دروغگو حسابی ما رو دست انداخته. میدونی چه اون نادر هم که ما گفته جفتشون حقوق بازی کردن که ما رو دست اندازن. شهر ما پاشو عروس منتظر عروس بیارید. خانه دست بگرید نشون بده. بدون این قباله رو به عنوان چیزی به تو تقدیم کردن. من الان برمیگردم. دیگه موندن ما اینجا صلاح نیست. اما جون بایستین کارتون دارم. بله چه فرمایشی داشتی؟ من و شوهرم از کاری که کردیم نظری نداشتیم، فقط میخواستیم ببینیم که زندگی یکی از هم پاشیدن چه مزه‌ای میده، چون شما هم یه روزی زندگی منو از هم پاشیدیم و اگه دوست داداشم آقا رضا به داد من نرسیده بود معلوم نبود الان تو کدوم لجنزاری بودم. ولی من از شما کینه‌ای به دل ندارم، برای همینم ازتون خواهش میکنم که زندگی گذشته خودتون رو از سر بگیرید، البته با اجازه عمو جون. و اما در مورد این خونه، همونطور که میدونین اونجا زادگاه منه. من اون خونه رو دوست دارم، میخوام برم توش زندگی کنم
ولی برای اینکه شما هم بی جا و مکان نباشی به شوهرم میگم یکی از خونه هاشو به عنوان چشم روشنی بهتون بده. حالا بفرمایید خواهش میکنم. دخترمو جون بفرمایید. شما هم بفرمایید. خواهش میکنم. بیاین خوش اومدین. از اینکه دعوت خانم من قبول کردیم واقعا متشکرم. گوش کن اسدالله، خانم آقایون راهنمایی کن به سالن پذیرایی. من اسدالله نیستم آقا جون، من عبدالله مینم خاله پام. الان نشونتون میدم. بفرمایید. صبر کن ببینم. الکی شلوارتو نزن بالا. خاله باید رو کنی که همه ببینن. واقعا که بروی خواهد مال پای من چی میخوای رو کنی؟ چه اتفاقی که واقعا نگاه کن. حتی منم که از تو زبیل‌ترم، ما نگاه کن. حاله ندارم. بفرما. مرتی که تو الان سالهاست که داری از شهرت جد آبادی من استفاده میکنی بگرم تو چشت آزادره. معذرت میخوام، حتما اشتباه از طرف من بوده. اسدالله من، عبدالله ایشون. خیلی خوب عبدالله راهنمایی کن. چشم. بفرمایید آقای خواهش میکنم. توجه همه به من بنگرید. دارم تو مایه خیلی شد روی سخن با شماست عروس خانم شاد و ماد. بگو بده تنظیم خانواده کاری بکنه که داره استفاده. بچه که از دو تا بشه اضافه پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. بشنو من ای عروس ای گل تاج خروس، از من به تو نصیحت قبول کنین حقیقت. درسته که شب جمعه درازه در بهشت روی مورد واده تا میتونی علاج کارو بکن و بیپا بیپا برات کلک نسازه. بگو بده تنظیم خانواده کاری بکنی که داره استفاده. بچه که از دو تا بشه اضافه پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. بشنو من شاد و مات خوشی گل و شاخشم شاد. درد سرا رو میگم چاره کار رو میگم. بچه دکتر میخواد بچه، دوا میخواد بچه، لباس میخواد بچه، گیبه میخواد، قلم میخواد، کتاب میخواد، تفنگ میخواد، میوه میخواد. زیاده که باشن و کویلون میشن ناخلف و ترک گنادون میشن. هرچ که نگو برچ دو برابر خرج بدتر از اون خونه میشه هر جمعت. به گفته تنظیم خانواده کاری بکن که داره استفاده. بچه که از لطا بشه اضافه پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. پا کرد دو تا رو میکنه کلافه. بچه کمتر زندگی بهتر. متشکرم رضا. بعد از ما دیگه نوبت توه. نوبت منه؟ آره نوبت توه. ماه عسلمون که تموم شد بلا فاصله خونه 3-4 طبقه رو واسط میسازم و بعدشم میریم اون دختری که خیلی دوست داری واسط خواستگاری میکنیم. ایواده داشت مگه تو کسی رو دوست داری؟ پس چرا به خواهر چیزی نگفتی؟ آخه نمیتونستم بگم، ولی ممکنه یه روزگاری مادر بزرگا واسه نوه هاشون بگن که یه ریز عباس لوحی بود، قلب مهربونی داشت. اونی یه وقت عاشق یه دختری شده بود، حاضر بود جون براش فدا بکنه، ولی بالاخره کسی نفهمید اون دختر کی بود. امیدوارم به پای هم خوشبخت بشین. من دیگه میرم. خدا مرحمت شما زیاد. کجا میری؟ نه دیگه من باید